ما در شهر قدیمه دوران کوشانیا قرار داریم که باستانشناسان تاجیک به تازگی این شهر را کشف کردند و حفریات را شروع کردند. این موضع یادگاری در 85 کیلومتری جنوب دوشنبه و 35 کیلومتری شمال شهر قرغانتپه در بالای دهه صیاد ناحیه عبدالرحمن جامی جایگیر است. و ما در سه موضع حفریات گذاشتیم، یکی در قلعه و دو تا در شهرستان. و من باید گویم که همین یادگاری از دو قسمت عبارت است. قسمت قلعه که در اونجا حاکم نشین بود و اون بلندتر است ما میبینیم، و قسمت شهرستان، یعنی اون قسمتی که ساکنان شهر زندگی میکردند. باستانشناسان میگویند کارهای اکتشافی در قسمت دو بینای کاخ یا قلعه شهر قدیمه ادامه دارد و تا حال از اینجا 24 سکه شاهان کوشانی کنیشکا، هرای، ساتر، وگاس، ویما، کادفیز و مجسمه کوچک مادر خدا، سلاح، انگشتری های برنجی یافت شدند. این خم‌هایی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم. و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدن و با گچ و آهک سفید کرده شدن و این انبار بود. این خم‌ها نشانه اونان که این خانه خواجگی بود. به قبل عالمان بازیافت‌های این یادگاری به آوان دولتداری کوشانیان که تخمیناً در عصرهای 1 و 2 پیش از میلاد وجود داشته است تعلق دارند. در ظرف این 2 هفته که گروه حفریات در اینجا کاوش را ادامه داده است، ببینید بازیافت‌های زیادی را الکی در این مدت کوتاه به دست آوردن و حالا ببینید در اینجا در دست من از نخستین بازیافت خیلی هم پربها این هیکلچه مادر خدا است که مادر در آغوشش کودک و دست مادر سر کودک را سیله میکنند. در جریان حفریات ما باستانشناسان یک مجمر پیدا کردن که درباره اعتقادهای همون دوره شهادت میدهد. این مجمر یعنی یک آتشگاه دستی است که در اون آتش افروخته در مراسم‌های دینی از آن استفاده می‌بردند. حفریات و کاوش‌های باستانشناسی در این شهر قدیمه با مبلغ خردی از بودجه آثارخانه ملی چیزی برابر با $4000 آمریکایی انجام می‌شود. به این کار 5 باستانشناس و بیش از 10 کارمند اختیاری جلب شدند. یک بازیافت‌های مهم این اشیاءهای برنجی می باشند، زیب و زینت برنجی که در جریان حفریات یافت شدند. از جمله ما یک چند پاره‌های دستمانه‌های برنجی را پیدا کردیم که منسوب به همون دوره می باشند و آنها یک شکل خاص دارند و باستانشناسان بسیار دقیق معین کردند که همین دستمانه‌ها به عصرهای 1 تعلق دارند و ما در اساس بازیافت‌های سکه ها که همراه اینها یافت شدن میتونیم همین سنه رو دقیق تر کنیم که اینها محض به عصر 1 و 2 تعلق دارند. مقامات تاجیکستان در 10 ساله اخیر چندین شهر قدیمی را از زیر خاک بیرون آورده این موردها را برای معرفی هویت ملی تاجیکان و فرهنگ و تمدن قدیمی آن استفاده می کنند. شرکت‌های سیاحی میگویند که در صورت بازساخت دوباره این شهرها و یا حفظ خرابه‌ها اینها میتوانند مکان زیارت سیاحان خارجی و منبع درآمد برای تاجیکستان شوند.